بین خودمون بمونه. میخوام یه رازی بهت بگم که مثل احمد تو گلیاپوچ سرتو بندازی پایین، فقط با نگاه کردن دستا گلو پیدا کنی. بریم یادش بگیریم. سلام رفقا، امروز اومدم پیشتون یه آموزش میخوام بهتون بدم. فوق‌العاده است. یعنی ببین، یکی مثل احمد تو مسابقات گلیاپوچ اگه دیده باشید که اصلا نگاه نمیکرد، گل و تک زرد میگیره، خب مثلا خیلی یه سری موکل داره فعلا. نه عزیز من، تکنیکه. شما وقتی تو این بازی تو هر کاری تجربت زیاد باشه، از یک سری چیزها متوجه میشی، از رنگ طرف متوجه میشی خب که گل داره یا نه. حالا من یه تکنیکی یاد گرفتم که تست کردم، هیچ چیزی که قطعی نیست، ولی 90% مواقع این تکنیک جواب داده. خیلی هم چیز ساده ای تو این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که فقط با دیدن دستا بتونید گل رو بگیرید. گل بدید، اینو به هر کسی یاد ندید، بین خودمون بمونه. قبل از همه اینو بگم، من بردیه هستم. توی این کانال کلی چیز خفن یاد میگیریم. الان که گلیاپوچ داغه، دارم بهتون گلیاپوچ یاد میدم که هر جا رفتید پرچمتون بالا مالا باشه. غیر از اونم بهتون شعبده بازی و بازی مختلف و پاس رو تکنیک و ترفند و اینجور چیزای خفن بهتون یاد میدم. اوکی، ذهن خوانی هم بهتون یاد میدم. ویدیوش الان میادشون بالا، تو دیسکریپشن هم هست، تو کانالم هست. و کلی هم تکنیکای گلیاپوچ بازی کردن و تکنیکای رد کردن و گل پخش کردن و گل قایم کردن لا انگشت و اینا رو بهتون یاد دادم که اونا هم تو دیسکریپشن براتون میذارم. حتما برید ببینید، عشق کنید. یه تکنیک وای توی ویدیو یاد دادم، این گل. خب اینم بهتون یاد دادم. حتی هر چیز باحالی رو من اینجا بهتون یاد میدم. عشق کنید همین الان، واسه اینکه اینا رو از دست ندین، آموزش بعدی رو از دست ندین. کانال رو سابسکرایب بکنید، چون یادتون میره یه لایک هم زیر ویدیو بزنید و نظراتتون رو حتما تو کامنت ها بنویسید اگه دوست دارید چیز خاصی یاد بگیرید. خب آقا دیگه بریم سراغ، خیلی حرف زدم، بریم سراغ تکنیکی که میخوام بهتون یاد بدم. ببین، اولا که میگم همیشه جواب نمیده، رو همه آدم ها هم جواب نمیده. ممکنه یه نفر مثلا دستشو اینجوری بگیره، اینجوری بگیره، اینجوری بگیره. خب ولی زمانی که مشت میگیرن، من اینو تست کردم، 90% مواقع درسته. خب یه زمانی میبینید واسه یه آدمی برعکس کار میکنه. حالا بریم سراغش ببینیم اصلا چی هست. آقا یه چیز روانشناسیه. خب مثل اینکه مثلا قبلا دستو میگرفتن سبک سنگین میکردن، ببینن اونی که سنگین تره میگفتن گله، یا مثلا اونی که طرف سمت خودش بیشتر نگه داشته میگفتن گل. اینا مثل روانشناسی ناخودآگاهه. چیه حالا نکتهش؟ ببین، ناخودآگاه، من چیزی که بهش رسیدم و تست کردم، اون دستی که گل داره، شست اون دستی که گل داره بالاتره. یعنی اگر روبرو ببین اینطوریه، این بالاتره. یا حتی ممکنه من تو این دستم گله، این شستم مشتم اینجوری باشه، این اینجوری باشه. خب حالا این اصلا از کجا میاد؟